الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله، اما بعد. برادر سوال کردند که از عقب امامانی که یا شخصانی که мотуриди هستند اقتدا کردن و نماز خواندن جایز است یا نیست؟ برادران عزیز، بارک الله فیکم. البته بدعت ها یک چند نمود می شوند: بدعت های مکفره و غیر مکفره. وقتی که یک انسان رو دیدید که بدعتش بدعت مکفره هست، یعنی میگوید که الله در بالای عرش نیست، سبحان الله، اسماء الله و صفاتش را انکار میکند و در مسائل توحید و قبول لا اله الا الله و معنایش خطا میکند و فهمیدید و دانستید که همچنین امام در پیش شما است یا کسی هست که امام میشود در پیش شما است، از عقب وی حتما نماز نمیخونید. اگر نماز خونده باشید اعاده میکنید، گشته میخونید. اما مبتدی های هست که بدعتش بدعت مکفره نیست، بمانند мотуриди های هم هست که بدعتش بدعت مکفره نیست. البته هست мотуриди هایی که بدعتش بدعت مکفره است، یا اشعری های است که بدعتش بدعت مکفره نیست، یعنی درجه غلو نکرده هاش وقتی که باشد. از عقب این چنین بدعتکارهایی که امام هست، یعنی اشعری یا мотуриди هست یا نقشبندی یا دیوبندی یا قادری هست و صوفی هست، گرچنده که بدعتش بدعت مکفره نیست، از پشت اینها نیز نماز خونده نمیشد، برای اینکه اینها امام است، اینها دعوت به همین سوی بدعت میکرد. و این به اجماع علما هست که هر یک بدعتکاری که امام است نصیحت میکند و در همین راه بدعت است و مردم به سوی بدعت دعوت میکند، یا که بدعتکاری که بدعتش مشهور و معروف است، از پشت این نماز خونده نمیشود. بارک الله فیکم. یعنی نماز نخوندن معنای تکفیر کردن نیست. بعضی حالت میشود چه خیلی که گفتیم یک آدم مبتدی هست، مکفر نیست بدعتش، اون شما تکفیر نمیکنید، اما از عقبش نماز نمیخونید. به خاطر چی؟ به خاطر بدعتش، به خاطر ذم بدعتش، به خاطر بد بودن بدعتش، به خاطر اینکه مردم فکر نکنند که شما این مبتدیه تأیید کرده، طرفداری کرده ایستادید، به خاطر اینکه برادر و خواهرای مسلمان فهمند که به واسطه همین شما یعنی این مبتدی هست و این کارش مخالف شریعت و مخالف قرآن و سنت و صحابگان رضی الله عنهم است. اما بارک الله فیکم، یعنی یک برادری باشد که اهل سنت و جماعت باشد، اصول دین، اصول توحید و در باب اعتقاد اهل سنت و جماعت باشد، و اما از سبب جهل یا از سبب بعضی از عذر و اکراه و غیره، بعضی از بدعت هایی که بدعت بینهایت وزنین و مشهور و اعتقادی و غیره نباشد انجام دهد، این نصیحت میکنید، اما یک بار از پشت این نماز خواندن ترک نمیکنید. عادتا از پشت امام هایی که طاغوت پرست است، امام هایی که دموکراتی هست، امام هایی که لیبرالی هست، علمانی هست، امام هایی که تأیید طاغوت میکند، امام هایی که طرفدار دموکرات یا که سودهای و محکمه های غیر شرعی و قانون براها هست، البته از پشت اینها نماز خونده نمیشد، برای اینکه اینها کفر به طاغوت ندارد. یا که صوفی هایی که امام هایی که صوفی هست یا قادری، نقشبندی، دیوبندی و به سوی همین صوفیگیش دعوت میکند، در پشت اینها نماز خونده نمیشود. یا که اشعری و мотуриди هایی که معروف به اشعری мотуриди است و مخالفتش معروف است، چی برسد به اینکه الله را بگوید که در بالای عرش نیست، یعنی بگوید که الله لامکان است و مقصدش این باشد که الله را، علو الله را، در بالا بودن الله را، در بالای عرش بودن الله را انکار کند. سبحان الله، از پشت این خیلی انسان ها نماز خونده نمی شود. بارک الله فیکم.